من همه زندگیم رو مدیون کسی هم که با تمام وجودش فقط عشق بهم یاد داده، با اجازه از مادرم که عشق یادم داده، تربیت یادم داده و یادم داده چطوری زن همه چی تمومی مثل متین رو دوست داشته باشم. در روزهای اخیر دنیای سینما و تلویزیون ایران یک خبر غیرمنتظره و در عین حال زیبا شنید. دو چهره برجسته، کامران تفتی و متین ستوده که مدتها در دل طرفدارانشان جای داشتند، از آغاز یک فصل جدید در زندگیشون خبر دادن. یک سفر پر از عشق، تعهد و آرزو. این دو هنرمند با انتشار یک پست مشترک و عکسی از مراسم خصوصیشون نوشتن: این آغاز ماست، جایی که عشق امضای ابدیت را پای ناممان زد. با تمام وجود ممنون و سپاسگزار همراهی شما عزیزان، به ویژه مهدی عباسی مهربان و هادی چگینی عزیز که بهترین شب زندگی ما را بهشتی و رویایی رقم زدند. جالبه بدونید که این دو بازیگر قبل از ازدواج هم در 4 پروژه مشترک جلوی دوربین رفته بودند، از جمله سریال‌های میکائیل، دلبران، رالی ایرانی و مهیار عیار. انگار سرنوشت از همون اول نقشه این همراهی رو کشیده بود. کامران تفتی میگه که من تمام زندگیم رو مدیون کسی هستم که با تمام وجودش فقط عشق بهم یاد داده. با اجازه از مادرم که عشق یادم داده، تربیت یادم داده و یادم داده که زن همه چیز تمومی مثل متین رو دوست داشته باشم، وفادار براش بمونم و عشق رو تجربه بکنم. چه زیباست که از مادرش با این محبت و احترام یاد میکنه. بریم که مراسم برسیم، بود و دیر نیاریم. یه وقتایی توی زندگیت هست که خودت احساس میکنی خب خانواده که اول عشق کوه پشت سرسه، بدون اینکه بخوای، بدون اینکه متوجه بشی، یه نفر فرشته بار میاد این کوه پشت بار دلتو گرم میکنه و عشقت رو خاطره ساز میکنه. برای خودم و عروسم یک شب بهشتی پر از خاطره ساخت. کامران تفتی متولد 19 فروردین 1358 در تهرانه. بازیگر، مجری و حتی خواننده. تحصیلاتش در رشته بازیگریه و فعالیت حرفه‌ای خودش رو از تئاتر شروع کرد. شهرت اصلیش هم با سریال حس سوم رقم خورد. کامران پسر اول خانواده است. پدرش اردشیر تفتی هم در نیروی هوایی ارتش بود و بعدها وارد بازیگری شد. جالبه بدونید کامران اولین بار در 7 سالگی کنار پدرش روی صحنه تئاتر رفت و حتی در سریال خواب و بیدار هم با پدرش همبازی شد. از سریال‌های زیر 8 و خسته دلان گرفته تا حضور در سینما با فیلم به هدف شلیک کن، کامران تفتی رو میشه یکی از پرکارترین و جدی‌ترین بازیگران سالهای اخیر دونست. البته در سال 1397 حین ضبط مسابقه رالی ایرانی در قشم دچار حمله قلبی شد، اما خوشبختانه این بحران رو پشت سر گذاشت. خیر کنید، برامون دعای عشق بکنید انشاءالله با تمام وجودم. بله. اما عروس قصه ما متین ستوده، متولد 22 اردیبهشت 1364 در تهران، با اصالت لر و ریشه خانوادگی خرم‌آبادی. پدرش کارمند صدا و سیما و مادرش معلم بازنشسته است. متین اولین بار در کودکی با سریال بازنشستگی جلوی دوربین رفت، اما ورود جدی‌ترش به دنیای بازیگری با سریال عملیات 125 در سال 1388 بود. نقطه عطف کارنامه متین ستوده سریال پرطرفدار لیسانسه ها بود که با هنرمندی هوتن شکیبا و امیر کاظمی همراه شد و خیلی زود او رو به شهرت رسوند. البته زندگی شخصی متین هم همیشه پرحاشیه بوده. متین ستوده 11 خرداد 1400 در 36 سالگی خبر ازدواج خود با علی زندی از بازیگران نچندان شناخته شده که حالا صاحب رستوران تهران پاریس است ازدواج کرد. این زندگی اما چندان پایدار نبود و این زوج در فروردین 1402 عکس‌های مشترک خود را از اینستاگرام پاک کرده و تلویحاً خبر جدایی خود را تایید کردند.
متین ستوده تابستان 1403 در برنامه جوکر خطاب به سوسن پرور گفت: من هر عملی که فکر می‌کنی انجام دادم و با این همه به من هم در فضای مجازی فحش میدن. او در ادامه از حضور 4 ساعته خود در اتاق عمل برای لیفت پیشانی و شقیقه صحبت کرد که درد زیادی را تحمل کرده. ازدواج کامران تفتی و متین ستوده بدون شک یکی از سورپرایزهای بزرگ امسال برای طرفدارای سینما و تلویزیون بود. دو هنرمند با استعداد با مسیرهای متفاوت که حالا زندگیشون رو به هم گره زدن. ما هم از صمیم قلب برای این زوج دوست داشتنی آرزوی خوشبختی، عشق و آرامش می‌کنیم. امیدواریم داستان زندگیشون به زیبایی فیلم‌ها و سریال‌هایی باشه که باهاشون خاطره داریم. نظر شما درباره این ازدواج چیه؟ به نظرتون این زوج هنری میتونن مثل همکاری‌های کاریشون در زندگی مشترک هم درخشان باشن؟ حتما برامون توی کامنت ها بنویسید و یادتون نره برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید تا خبرهای داغ بعدی از دنیای هنرمندا رو از دست ندید.